سرخوش از حمله صهیونیست‌ها، دلخوش به تاجگذاری دوباره پهلوی‌ها. شاهزاده رضا پهلوی به زودی عازم ایران بشه. با رویای تجزیه و آمدن حکومتی دست نشانده. اول کشور رو آزاد خواهیم کرد. نقشه را اینطور کشیدن: صهیون حمله کند، ساختار دفاعی ایران را بزند، اینجا زدن، اینجا هم زدن. سپس ترامپ پیام بدهد که مردم تهران را تخلیه کنند. ترامپ صراحتاً از تغییر رژیم در ایران حمایت کرده و در یک حمله برق‌آسا به اصطلاح گارد جاویدان شاهنشاهی بیاید و تهران را تسخیر کند. ما با هم و در کنار هم پیروز خواهیم شد. به رژیم صهیونیستی و آمریکا وعده داده بودند که اگر به ایران حمله کنند، مردم به حمایت از سلطنت طلبان به خیابان خواهند آمد. به خیابان‌ها بیایید، اعتراض کنید و تجزیه ایران خواسته صهیون تسهیل خواهد شد. همان رویای نتانیاهو که اخیراً هم تکرار کرده، رسیدن به اسرائیل بزرگ با تجزیه ایران. من در یک مأموریت تاریخی و معنوی هستم و از نظر احساسی به رویای اسرائیل بزرگ پیوند خوردم. دیدارهای مخفیانه میان پهلوی و عمال صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی برگزار می‌کنند و رضا پهلوی را در جلسه مخفی و سایبری سران صهیونیست توجیه می‌کنند. طراحی که قبلا هم برای ایران سابقه داشته. همدستی مسعود رجوی کنار صدام بعثی. دیدار صلح در بغداد بین رهبر انقلاب نوین ایران برادر مجاهد مسعود رجوی با آقای صدام حسین رئیس جمهور عراق. در طراحی صهیونیستی پهلوی مهره‌های خارج از کشور در داخل باید گروه تشکیل می‌دادند. افرادی را جذب کنند، آموزش دهند تا در زمان و مکان مقرر پرچم آنها را نصب کنند. توی اون ویدیو فقط اینو بفرمایید حتما که اینجا مثلا شهر فلان پرچم رنگ شیر خورشید تاجدار ایران به دست ما رسید. بامداد 23 خرداد میرسد. رژیم صهیونیستی به ایران حمله می‌کند. ساعت الان 3:37 دقیقه. یه ساختمان مسکونی زده شده. فردای حمله در بروکسل تعدادی از سرکردگان گروه‌های وابسته کنفرانس برگزار می‌کنند. الان که حمله اسرائیل هم شروع شده، همین امروز وقت اتحاده. این صوت یکی از جلسات خصوصی آنها در بروکسل که نمی‌دانستند در ایران صدایشان شنیده می‌شود. حملات اخیر اسرائیل مراکز جمهوری اسلامی، حملاتی که برای به شکلی ایران رو وارد جنگ کرده، اهداف نمایش ما رو به خوبی به نمایش می‌ذاره. در اینجا صحبت از آماده سازی دولت در تبعید بعد از فروپاشی ایران است. این فرد در بیانیه تبیینی وزارت اطلاعات هم که در 6 مرداد منتشر شد نامش آمده. سلطنت طلب‌ها می‌خواستند به صهیونیست‌ها اطمینان بدهند مردم ایران همراه آنها در کنار نظامیان اشغالگرند. حملات نظامی اسرائیل حمایت حداکثری از شاهزاده رضا پهلوی و از اپوزیسیون ایران. اراده‌ای وجود داره برای اینکه بتونیم از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. از جمله شیرین عبادی، سرکرده کانون به اصطلاح مدافعان حقوق بشر که با جایزه نوبل قرار بود پروژه غرب را در ایران پیاده کند اما نتوانست و حالا برای اثبات خود به آمریکا و صهیونیست دست و پا می‌زند. با روابطی که داریم کمک کنیم که برای نیروی خیلی زیاده. یکم تیر برای استقرار هسته‌ها فراخوان داده می‌شود. اکنون زمان ایستادن است. زمان بازپسگیری ایران. دوم تیر به زندان اوین حمله می‌شود تا چند هزار زندانی وارد خیابان شوند. شبکه وابسته به موساد هم امشب در 24 فراخوان حضور مردم و خانواده زندانیان در خیابان را می‌دهد و بیانیه رضا پهلوی را منتشر می‌کند. نگرانی‌هایی که خانواده‌های زندانیان سیاسی دارند دست به تعصب بزنند. سپس نهادهای نظم و امنیت را هدف قرار می‌دهند تا شورش و هرج و مرج راه را برای تسخیر فراهم کنند. اما یکم تیر آمد. مردم نیامدند، تیرشان به سنگ خورد. ما راه رو برای شما هموار کردیم. انتظار داشتیم که شما به پا خیزید و این رژیم رو براندازید. نمیدانستند که پیش از این روز تمام سرپل‌ها، هسته‌ها از خارج شناسایی و اسناد گوناگون آنها در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارد.
مثل تصاویر مخفیانه از این فرد یهودی ساکن ایران که به آمریکا رفت و به دلیل خدمت گسترده به یهودیان صهیونیست بعد از ترامپ به عنوان نفر دوم در این همایش جایزه دریافت کرد. سلطنت طلبان در تلاش حداکثری نیز نتوانستند جذب حداقلی کنند و اندک عوامل هم از قبل صدایشان، رفت آمدشان دیده و شنیده میشد. مثل این صوت ارتباط سرپلها با افراد داخل کشور. شما آماده باشید که باهاتون هماهنگ بشم. من یکم برمیگردم. به گفته این عامل قرار بود قیام نزدیک باشد. یه نفر زنگ زد گفت من آقای اعتمادی دست راست رضا پهلوی هستم. یه گروه به نام جاویدان تشکیل دادیم. برای آمادگی مقداری هم عکس بیسیم و تجهیزات فرستادیم. اینا هم مقداری پول داده بودن تو حساب بچه‌ها. یه شماره واتساپ بهم پیام داد، رابطه مقولی از طرف آرش بهم پیام داد. کاری که آرش ازم خواسته بود این بود که گفت وقتی رسیدی تهران برو از یه نفر که به قولی واسط بود یه مقدار میخ بگیر، برو سر یه پولی بریز تو جاده. قرار بود اون پول جهت فعالیت‌ها و کارهایی که این تشکل یا این گروه دارن مصرف بشه. امیر حسین اعتمادی دست راست رضا پهلوی که خانواده‌اش از اعضای منافقین بوده، مسئولیت تشکیل گروه در داخل ایران را بر عهده داشته. سرخاله من در سال فکر می‌کنم 60 بازداشت شد. برایشان پول فرستادن تا با اسلحه کلت کمری، قمه، چاقو، مواد انفجاری و تجهیزات خرابکاری شورش خیابانی شود و در مناطق مختلف پرچم سلطنت طلب‌ها به نمایش درآید. باید 1000 نفر جنبشی مسلح و یکی‌تار در تهران دست اختشاش بدن. دوخت و دوز پرچم‌ها تمام شد، اما پس از پایان اینجا بساطش جمع شد. سلطنت طلبان گمان می‌کردند بازوی نظامیان اشغالگرند، اما نمی‌دانستند در تور سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات قرار دارند و سناریوی سلطنتی صهیونیستی با دستگیری 122 نفر در 23 استان کشور خنثی شد. با اشرافی که نیروهای وزارت اطلاعات و ما داشتن این کار از طریق نیروهای وزارت اطلاعات نفی شد. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.